در دل کوههای نه‌آلود لبنان و سوریه مردمانی زندگی می کنند که نه دعوت به دین می کنند و نه اجازه می دهند کسی به آیینشان بپیوندد. آنان لباسهای خاص می پوشند، مراسمی مخفی دارند و باوری که ترجمه است از اسلام، فلسفه یونان و عرفان شرقی. اسم آنها را کمتر شنیده اید، اما نقششان در سیاست منطقه پررنگ و تعیین کننده است. آیا آماده اید برای آشنا شدن با رازآلودترین فرقه مذهبی خاورمیانه؟ بیایید تا پرده از اسرار دوروزی ها برداریم. در قرن 11 میلادی در شهر قاهره خلیفه ای ظهور کرد به نام الحاکم به امرالله. فرامین او آنقدر عجیب و غیر عادی بود که بعضی ها او را دیوانه می دانستند، اما گروهی کوچک باور داشتند که او تجلی خداوند روی زمین است. از دل همین باورها فرقه‌ای شکل گرفت که بعدها به نام دوروزی معروف شد. نامشان را از نشتکین دوروزی گرفتند، اما بنیانگذار اصلی حمزه ابن علی بود، مردی فیلسوف و رازآلود که آموزه‌های دین، فلسفه و عرفان را با هم آمیخت. با فشار شدید عالمان دینی و خطر تکفیر، پیروان این آیین ناچار شدند از مصر کوچ کنند. آنان به کوههای لبنان و جبل دروز در سوریا پناه بردند، جایی که مه و سکوت پرده‌ای بر اسرارشان کشید و هویتشان را در سایه نگاه داشت. دوروزی‌ها به توحید مطلق باور دارند، نوری الهی که در جسم انسان تجلی می کند. آنان شریعت‌های رایج را رد می کنند، نه روزه، نه حج، نه زکات. به تناسخ روح باور دارند. روح بعد از مرگ در جسمی دیگر زنده می شود تا به تکامل و رهایی برسد. جامعه‌شان به دو گروه متمایز تقسیم می شود: عقال، نخبگان دینی، صاحب دانش به دسترسی به متون مقدس. گروه جهال، عامه مردم که نمی پرسند و نمی آموزند، بلکه فقط اطاعت می کنند. متون مقدس مخفی و دست نایافتنی و هرگز به بیگانه نشان داده نمی شود. دوروزی ها در کوههای لبنان، جبل دروز سوریا، بلندی های جولان و بخشهایی از اردن زندگی می کنند. جمعیتشان کمتر از 1 میلیون نفر است، اما نقششان در سیاست منطقه بسیار پررنگ و گاه تعیین کننده. در لبنان در ساختار سیاسی حضور دارند. در سوریه در ارتش و دولت نقش دارند و در اسرائیل تنها گروه عربی هستند که به خدمت سربازی اجباری تن داده اند. ازدواج در دوروزی ها فقط بین خودشان اجازه دارد. کسی با غیر دوروزی ازدواج کند طرد می شود و از ارث محروم می ماند. زنان حق طلاق دارند و چند همسری ممنوع است. لباسشان نیز پرمعنی است. مردان با کلاه سفید و لباس تیره. زنان با روسری سفید، گاه با پوشش دهان. این پوشش نه تنها سنت بلکه دژی است برای هویت در عالمی پر از تغییر. دوروزی ها دینی دارند که بسته است، دینی که نه تبلیغ می شود و نه قابل گسترش است. دوروزی به دنیا نیایی، هرگز نمی توانی دوروزی شوی. آیینشان در سکوت و پس پرده ها انتقال می یابد. مراسمشان مخفی، متونشان محرمانه و باورهایشان در دل نخبگان دینی محفوظ.
شاید همین رازآلودی آنها را از خطر نابودی نجات داده و شاید هم باعث شده که همیشه در حالی از ابهام باقی بمانند. اما بیشک دروزی‌ها نشان دادند که راز گاه قدرت می‌آفریند. فرقه ای که در سکوت زندگی می‌کند، در سایه نفس می‌کشد و در دل تاریخ ریشه دوانیده است. دروزی‌ها نه تنها یک مذهب بلکه یک رمز زنده اند، رمزی از وفاداری، رازپوشی و بقا. اگر از این سفر رازآلود لذت بردید، لایک و سابسکرایب یادتون نره. نظرتون درباره دروزی‌ها چیه؟ آیا رازآلودیشان آنها را جذابتر می کند یا دست نایافتنی‌تر؟ منتظر کامنت های شما هستم.